سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: ایجاد کمیته های سیاسی و نظامی برای گزینش مقام های حکومتی. حکومت 2 کمیته را برای گزینش افراد شایسته در پست های سیاسی و نظامی ایجاد می کند. کمیسیون تعیینات امنیتی یا بورد تعیینات امنیتی و سیاسی به نظر من اقدام نیک است. تاکید رئیس اجرایه بر ایجاد فضای بهتر زندگی و توسعه پایدار در کشور. عبدالله میگوید که تامین حقوق بشر و توجه به توسعه پایدار از اولویت‌های کاریش است. بازداشت یک گروه تبهکار در غزنی. پلیس غزنی گروهی را بازداشت کرده است که با ضبط فیلم‌های برهنه جوانان از آنان پول به دست می‌آوردند. یک مواردی هم به ما مردم گفته که تا 1,20,000 دلار هم یا گرفته از باز مردم و یک کامران است. بسیار مردم‌های تکنیکی در اینجا یاد داشتند. و راهپیمایی همجنسگرایان در هند در اعتراض به قانون سختگیرانه این کشور. من فؤاد امان هستم. حکومت 2 کمیته را برای گزینش مقام‌های سیاسی و نظامی ایجاد می‌کند و قرار است تمامی مقام‌های تازه از سوی اعضای همین کمیته‌ها برگزیده شوند. منابع در حکومت وحدت ملی میگویند که کار برای ایجاد این کمیته‌ها ادامه دارند. گفته می‌شود که در این کمیته‌ها نمایندگان رئیس جمهور و رئیس اجرایه و معاونانشان حضور خواهند داشت و پیش بینی می‌شود که پس از آغاز کار این کمیته‌ها اختلافات میان رهبران حکومت درباره گماشته شدن مقام‌های حکومت کاهش خواهند یافت. منابع در حکومت وحدت ملی میگویند که یک کمیته سیاسی بر ریاست محمد سرور دانش بر روز یکشنبه نخستین نشستش را برگزار کرد. بر بنیاد اطلاعات این منابع، اجمل احمدی، محمدالله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت، انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجراییه، مصطفی مستور نماینده رئیس اجراییه و یک نماینده از محمد محقق در این کمیسیون هستند. این منبع میگوید که کمیته نظامی نیز بر ریاست امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، سید محمد گلابزوی نظامی پیشین، افضل لودین عضو شورای امنیت ملی و 2 تن دیگر به کار آغاز خواهند کرد. این کمیسیون ها نخست افراد شایسته را شناسایی خواهند کرد و سپس برای گماشته شدن در مقام های مهم سیاسی و نظامی بر رهبران حکومت وحدت ملی معرفی خواهند نمود. اصلا یک بورد مشورتی نظامی است که در قسمت دیتابیس نظامیان افغانستان و در قسمت حتی البسه و احاشه و ایباتیشن و تمام مشکلاتی که در سیستم نظامی ما وجود داره اینا توجه میکنن و یک تحلیل و ارزیابی میکنن و بالاخره اون لیست باز به دکتر صاحب غنی پیش میکنن. متعین کمیسیون تعیینات امنیتی یا بورد تعیینات امنیتی و سیاسی به نظر من اقدام نیک است به 2 دلیل. اولی که این کمک میکنه که اشخاص بهتر بیان اداره بخش امنیتی و سیاسی رو به عهده بگیرن. دوم یک اقدام یا یک قدم نیک به خاطر کم ساختن اختلافات بین 2 دکتر است. میدانیم که اختلافات بسیار زیاد شده بود و حال با تعیین این بوردها فکر میکنم که یک راه برای مشارکت بین 2 شخص به وجود میاد و این به ثبات سیاسی کمک میکنه. شماری از مقام‌های پیشین حکومت میگویند که اعضای این کمیسیون‌ها باید بی‌طرف باشند و برای منافع ملی کار نمایند. اگر شایسته ترین مردم به خاطر انتخاب هم تعیین شود، از بین اینا نباشه، اونا بین خود تقسیم نکنه که 3 نفر از ما و 4 نفر از تو یا 2 نفر از ما و 3 نفر از خودت. مردمی که فعلا در حکومت نیست اما مردم متحد است و به وطن خود خدمت کرده، اگر اونا را تعیین بکنه و از طریق اونا افراد شایسته تشخیص شوند و به کلانا معرفی شوند، از بین اونا انتخاب بکنه. به ارتباط ما که هم کشمکش در بین اینا کم می‌سازه. اختلاف نظرها درباره گماشتن افراد در مقام‌های بلند باعث شده است که صدها کرسی در دولت خالی بمانند. به گونه مثال بیش از 1500 کرسی در وزارت امور داخله و بیش از 100 کرسی در وزارت کار و امور اجتماعی خالی هستند. و این 100 پست که البته تازه خالی شده
این بسته است و این بسته مختلف است. یعنی گفته میتونیم که مثلا بسته 5 6 تا 7 و بسته تا 34 هم در شامل است. پیش از این عبدالله رئیس اجرایی، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و احمد ضیا مسعود از چگونگی گماشته شدن مقام‌های دولتی ناخشنودیشان را اعلام کردند. در این کمیته ها نمایندگان رهبران حکومت وحدت ملی حضور دارند و پیش بینی می شود که با ایجاد این کمیته ها این اختلاف نظرها نیز کاهش خواهند یافت. در نشست پایانی حقوق بشر و توسعه پایدار در کابل، رئیس اجرایی حکومت میگوید که جهان به تعهدات افغانستان در این بخش‌ها باور دارد. این مقام حکومتی ایجاد فضای بهتر برای زندگی در کشور و توسعه پایدار را نیازمند همکاری‌های بیشتر می‌داند. در این نشست از تبعیض در برابر زنان و نابرابری جنسیتی و نیز وضعیت بد بیجا شدگان در افغانستان نگرانی می‌شود. حکومت افغانستان میگوید که این کشور پس از سقوط طالبان فصل تاریکی را سپری کرده است و تامین حقوق بشر به ویژه زنان و توجه به توسعه پایدار در کشور از اولویت‌های کارش است. اینقدر گفته میتونم که خوشبختانه در کنفرانس بروکسل وقتی چارچوب صلح و انکشاف افغانستان، توسعه افغانستان مطرح شد که برخواسته از اولویت‌های افغانستان است، از اولویت‌های مردم افغانستان است و حمایت بین المللی را جلب کرد و حمایت دوامدار را جلب کرد. یک نقطه اعتماد بود که بالای دولت افغانستان و حکومت وحدت ملی صورت گرفت. این برنامه با همکاری سازمان ملل متحد و نهادهای کمک کننده دیگر برای افغانستان راه اندازی شده است تا در آن درباره چگونگی برون رفت افغانستان از مشکلات کنونی بحث و گفتگو شود. مشکل مزمن عدم برابری جنسیت دچار هستیم. درست است ما مادران در خبر میکنیم و میگیم که بهشت پای مادران است، واقعیت نیست. دخترای ما به خاطر جرمی که پدرش یا بچه کاکایش حتی یا بچه مامایش انجام میتن دبت داده میشه. دخترای ما بدل میشه به خاطر از اینکه پدر 60 سالش خانمش مرده میخواد ازدواج بکنه، دختر 12 ساله خودم میته بر خود زن میگیره. معاون فرستاده سازمان ملل متحد در افغانستان بر کارهای بیشتر در افغانستان تاکید می‌ورزد و رسیدگی به بیجا شدگان را یک نیاز می‌داند. عناصر اساسی توسعه پایدار مبارزه با تبعیض و نابرابری ها است. این یک اصل مهم است. شماری از کشورها در عملی سازی این اهداف کوتاه آمدند و طوری که رئیس اجرایی حکومت گفت موضوع بیجا شدگان در افغانستان به یک سو گذاشته شده است. حکومت وحدت ملی برنامه میثاق شهروندی را اعلام کرده است و قرار است در این برنامه بر رشد متوازن در ولایت‌ها توجه شود و نیز با ایجاد زمینه‌های کاری برای شهروندان کشور از خروج بیشتر جوانان از کشور جلوگیری شود. ضبط فیلم‌های برهنه از جوانان و ثروتمندان پول‌های گزافی را به جیب شبکه‌های تبهکار می‌اندازد. این شبکه‌ها با غافلسازی این افراد آنان را تحریک می‌کنند و از آنان فیلم برمی‌دارند. سپس این فیلم‌ها را برای به دست آوردن پول در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کنند. به تازگی پلیس غزنی یکی از گروه‌های ماهر را بازداشت کرده است که از قربانیانشان تا بیشتر از $100,000 پول گرفتند. فرمانده پلیس ولایت غزنی تاکید می‌ورزد که از نزد این افراد دوربین‌های مخفی و کارت‌های شناسایی جعلی زیاد به دست آمده است. این دردسرها از سوی گروه‌های تبهکار با رد و بدل شدن پیام‌های دوستانه با قربانیانشان آغاز می‌شوند. لحظه غفلت کافی است تا با ضبط کردن تصویرهای برهنه جوانان و قربانیان باجگیریشان از آنان آغاز شود. اینجا در غزنی یکی از این گروه‌ها به چنگ پلیس افتاده است. اینطور مواردی هم به ما مردم گفته که تا $120,000 هم یا گرفته از باز مردم و یک کامران است. بسیار مردمای تکنیکی در اینجا یاد داشته. پلیس غزنی میگوید افراد این گروه از همین راه زندگی‌های مجللی برای خودشان درست کردند. کوم چې غیر قانوني فلمان له ما سره شته دلته مثال دغه انګریزي فلمان دي هغه ما خپله راوړي دي لاهور نه مې یو ملګري راته راوړي. حقوقدانان جدی بودن نهادهای عدلی و قضایی را در برابر چنین تبهکاری‌ها در کشور یک نیاز می‌دانند. توقع مردم افغانستان از دادگاه افغانستان همی است که چنین افراد و اشخاصی که به اصطلاح
خانواده ها را، جوان ها را در تنگنا قرار میتن، با آنها برخورد قانونی بکنن. سالانه هزاران تن در سراسر جهان قربانی چنین رویدادها میشوند. شماری از آنان ناگزیر به پرداخت پول به این گروه ها میشوند و حتی شماری از آنان به علت شرمساری در جامعه دست به خودکشی میزنند. عبدالحفیظ منصور عضو مجلس نمایندگان تاکید می‌ورزد که ترویج تندروی دینی در برخی از دانشگاه‌ها و مسجدها امنیت کشور را به چالش کشیده است. آقای منصور با انتقاد از کسانی که وی را تکفیر کردند میگوید که برخی از مسلمانان تندرو به ماشین‌های کافرسازی مبدل شدند. این دگراندیش دینی تاکید می‌ورزد که وی طرفدار اصلاح ثقافت اسلامی در دانشگاه‌ها و نیز اصلاح آموزش‌های دینی در مسجدها و مدرسه‌هاست. تروریستا بیش از که مواد منفجره باشند فکر افراطی و تروریستی دارند. سخنانی که در مجلس نمایندگان درباره اصلاح ثقافت اسلامی مطرح ساخت جنجال برانگیز شدند و برخی از کسان حتی او را تکفیر کردند. اکنون به یکی از دانشگاه‌های شهر کابل آمده است تا سخنانش را روشن‌تر مطرح بسازد. کی به تو اجازه داده که اولین فرصت وقتی که میری ناشنیده نادرکده در فیسبوکت نشته میکنی که فلانی کافر و فلانیان فاسق؟ روزانه چند نفر به اسلام دعوت میکنی که روز 100 طرف کافر میسازی؟ ماشین کافرسازی تبدیل شده. مدارس مراکز تروریستی خوانده بودند. آقای منصور اختلاف دیدگاه‌ها میان مسلمانان را یک امر طبیعی می‌داند، اما تاکید می‌ورزد که هیچ کس حق تکفیر کس دیگری را ندارد. ثقافت اسلامی باید اصلاح شود، باید تکمیل شود و این نظر من نیست. خود متخصصین بیاین که اصلاح بکنند. برخی از دانشجویانی که در این نشست شرکت کردند با آقای منصور موافق هستند و تجربه های خودشان را چنین بازگو می‌کنند. بعضی دوستان هستن که تو دانشگاه درس می‌خونن و وقتی همشون بحث یاد می‌داشتن باشن اونا عملاً از طالب طرفداری می‌کنن. یک تعداد از علمای ما جنازه نیروهای امنیتی را نمی‌خوانند. شماری از عالمان دین نیز از نیاز به اصلاح ثقافت اسلامی کنونی سخن می‌زنند. در ثقافت اسلامی یک بازنگری شود، یعنی این موضوعاتی که 10 سال پیش یا 20 سال پیش آوردن گنجانیدن در مضمون ثقافت اسلامی پاسخگوی مشکلات و نیازهای امروزی جامعه ما نیست. اما وزارت حج و اوقاف تندروی‌های دینی را یک پدیده خارجی می‌داند. اندیشه‌های افراطیت در کشور همسایه ما مخصوصا پاکستان بسیار به شکل جدی وجود دارد و افکار بسیار مختلف وجود دارد که دارن در پاکستان فعالیت میکنن و شاید هم قصد کنند که افکار به افغانستان انتقال بدن. بر بنیاد آمارهای وزارت حج، ارشاد و اوقاف در افغانستان بیش از 4000 مدرسه رسمی وجود دارند و از میان 160,000 مسجد تنها 50,000 آن در این وزارت ثبت شدند. وزارت امور داخله از راه اندازی یک برنامه گسترده برای بازداشت دستفروشان مواد مخدر در کابل و شهرهای بزرگ کشور خبر می‌دهد. با گفته وزارت امور داخله، پلیس در چهارچوب همین برنامه همه روزه شماری را به دام می‌اندازد، اما برخی از اعضای پارلمان و باشندگان شهر کابل به عملی شدن درست چنین برنامه‌ها بی‌باوری نشان می‌دهند. یکی از کلیدی ترین و امن‌ترین بخش‌های پایتخت، اما کسانی در این بخش چنین وضعی دارند، آن هم در حوزه‌ای که وزارت امور داخله برای برچیدن بساط دست فروشان مواد مخدر از شهرهای بزرگ کشور می‌کوشد. این مثلا نیروهای ما که مسئولیت مبارزه با دست فروشای مواد مخدر دارن جدی گرفتن. شمار زیادشان روزانه بازداشت میشن. شماری از اعضای پارلمان بر نیاز گسترده بودن برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر تاکید می‌ورزند. داخل شهر کابل در اکثر ساحات بینونجا در چند قدمی از پوسته‌های پلیس قرار دارد، ولی متاسفانه که همین کسانی که توزیع میکنند در موضوع توزیع صورت میگیرد. برای تداوی معتادین، برای جای معتادین و محلاتی که اونا بتونن در اونجا ترک داده شوند باید در نظر بگیرید تا اینکه اینها بتونن از بودجه استفاده بکنند. در این روزها در بیشتر جاده‌های کابل با معتادان مواد مخدر روبرو می‌شویم. افزون بر این، پارک‌های تفریحی شهر هم به باشگاه‌های اصلی آنان مبدل شده‌اند. قیس 22 ساله را که از ولایت دیگر به کابل آمده است در یکی از این پارک‌ها می‌بینم. او میگوید که 4 سال پیش به جان معتادان مواد مخدر پا گذاشت. رنج میبریم دیگه، عملی است که انسان زندگیش قاید نداشته باشه، کار نباشه، هیچ وقتی انسان جور نمیشه، مواد مخدر جور میفته.
در همین حال کسانی که برای تفریح به پارک‌های شهر می‌روند از حضور معتادان در این بخش‌ها سخت هراس دارند. چرا از این جلوگیری نمیکنند؟ نمانند امنیت از پلیس از دفاع هست. باعث اذیت و آزار اطفال مثلا بزرگا که خصوصا میان به خاطر تفریح یا ورزش و اونا مشکل ایجاد نکنه و دوم تشویق نکنه دیگه جوانا را که اونا هم به این عمل آغشته شوند. برخی از آماران نشان می‌دهند که شمار معتادان مواد مخدر در افغانستان به 3 میلیون رسیده است. در همین حال نزدیک به 3 میلیون تن دیگر در کشور و شمول کشاورزان و معاملات مواد مخدر می‌پردازند. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب میگوید که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در نهادهای امنیتی کشور جابجا شدند و این قاچاقبران به فرماندهان نیروهای امنیتی اجازه نمیدهند که هراس افغانان را در کشور سرکوب کنند. احمد ضیا مسعود که در شهر هرات سخن میگفت تاکید می‌ورزد تا هنگامی که کشت کوکنار در کشور ریشه‌کن نشود جنگ در افغانستان پایان نخواهد یافت. واقعا در بین نهادهای امنیتی ما یعنی شبکه‌های مافیایی همین طالبان که رهبرای طالبان کلش قاچاقبرای مواد مخدر هستند و اونمون گروه‌های استخباراتی همسایه ما خیلی ها نفوذ دارند و مانع از این میشن که یک پروگرام بسیار منظم به خاطر سرکوب طالبان در داخل کشور شروع شد. طالبان مرکزهای آموزش‌های انتحاری و هراس افغانی را در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل ایجاد کردند. والی سرپل میگوید که طالبان در این ولسوالی افراد انتحاری را آموزش میدهند و تلاش دارند تا مرکز سرپل را به دست آورند. وی میگوید که بین 3 تا 4 هزار جنگجوی مخالف دولت در ولایت سرپل حضور دارند و نیاز است که برای سرکوب آنان برنامه‌های اثرگذار از سوی حکومت مرکزی به اجرا درآیند. والی سرپل میگوید رهبری جنگجویان طالبان را در این ولایت 8 تن از شهروندان خارجی به عهده دارند. وی میگوید در 6 ماه اخیر داعشیان در بخش‌های از این ولایت نفوذ کردند و با نیروهای دولتی می‌جنگند. به گفته او طالبان در ولسوالی کوهستانات مرکزهای آموزش و پرورش را فعال ساختند که در آنجا افراد انتحاری و فدایی تربیت می‌کنند. در اونجا مراکز مهم آموزش، پرورش، تربیه و ترنینگ دهشت افغانان به وجود آورده که اساتید خارجیشان میآید در اونجا اونا را آموزش میده و اونا را آماده میسازه. والی سرپل از نفوذ هراس افغانان در میان نیروهای دولتی به ویژه پلیس محلی ابراز نگرانی میکند. او میگوید به دلیل نفوذ طالبان در میان پلیس محلی چند روستا در ولسوالی سیاد ولایت سرپل به اداره طالبان در آمده است. ما برای فعلا جدا روی قضیه کار داریم و به احتمال قوی که چند تن از سرتیمای پلیس محلی را ما به سرمالی خواهد معرفی کردیم. سرپل از ولایت‌های آسیب پذیر کشور به شمار می رود. ولسوالی کوهستانات این ولایت بیش از 1 سال است که به اداره طالبان است. ولسوالی که اکنون گفته می شود به مرکز مهم آموزش هراس افغانی تبدیل شده است. دادگاه در بلغاریا یک شهروند افغان را که پرچم این کشور را در هنگام راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز مهاجران در هفته گذشته به آتش کشیده بود، حکم بازداشت آن را تا زمان نامعین صادر کرد. بهیر 20 ساله متهم است که در 24 ماه روان میلادی در هنگام درگیری‌ها در یکی از اردوگاه‌های مهاجران در بلغاریا به سوی پلیس این کشور سنگ پرتاب کرده است و پرچم این کشور را به آتش کشیده است. از سوی هم دادگاه این کشور گفته است که او به گونه غیر قانونی وارد بلغاریا شده است. رئیس جمهور غنی به خاطر بهره برداری از خط آهن بین المللی آسیا به ترکمن آباد رفت. رئیس جمهور غنی و قربان قلی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان فردا قرار است خط آهن ترکمنستان افغانستان را افتتاح کند. با بهره برداری راه آهن آقینه افغانستان به کشورهای اروپایی راه می‌یابد و این راه زمینه را برای گسترش بازرگانی در کشور فراهم خواهد ساخت. صدها تن از همجنسگرایان در جهلی نو از بحر تبعیضات و خشونت‌ها در برابرشان دست به راهپیمایی زدند. آنان با راه اندازی این راهپیمایی خواستار لغو آن ماده‌ای از قانون اساسی این کشور هستند که همجنسگرایی را جرم می‌داند.
معترضانی که به جاده‌های دهلی نو برآمده‌اند و از بر خشونت‌ها و مجازات همجنسگرایان و به گونه نمادی با رقص و پایکوبی اعتراضشان را در برابر حکومت این بیان می‌کنند. آنان می‌گویند که باید هر گونه خشونت در برابر آنان جرم دانسته شود. این معترضان از حکومت این نیز می‌خواهند آن ماده از قانون اساسی را که همجنسگرایی را جرم می‌داند لغو کند. ما امروز اینجا جمع شدیم تا در برابر خشونت‌های جنسیتی، مذهبی و طبقاتی آواز خود را بلند کنیم. من فکر می‌کنم که اگر رسانه‌ها درباره همچون آزادی‌ها بیشتر برنامه‌هایی داشته باشند، بیشتر بر مردم اثرگذار هستند و در جامعه تغییرات خواهد آمد. این در حالی است که اکنون همجنسگرایی در هند جرم شناخته می شود و عاملان آن 10 سال زندانی خواهند شد. در سال 2009 میلادی دادگاه دهلی نو حکمی را صادر کرد که مطابق آن همجنسگرایی جرم محسوب نشود، اما به دنبال شکایات مکرر این حکم و دادگاه عالی کشور ارجاع شد که سرانجام این حکم از سوی دادگاه عالی کشور باطل اعلام شد. شهروندان کیوبا 9 روز سوگواری همگانی را از بحر درگذشت فیدل کاسترو رهبر انقلاب کیوبا آغاز کردند. به همین مناسبت پرچم این کشور از امروز نیمه برافراشته خواهد بود و برگزاری همه مراسم شادمانی و کنسرت ها و نوشیدن الکل برای 9 روز در این کشور ممنوع اعلام شده است. از سوی هم شمار از رهبران جهان در گذشت او را تسلیت گفتند، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا او را یک خودکامه بیرحم میگوید. شهروندان کیوبا نوروز را در سوگواری همگانی از بر مرگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا در این کشور سپری خواهند کرد. شهروندان این کشور افزون بر برگزاری مراسم سوگواری و جاده‌های این کشور برآمده‌اند و با سر دادن شعارهای من فیدل هستم از رهبرشان ستایش و یادآوری می‌کنند. ما با میراث و دستاوردهای انقلابی که رهبر ما برای ما برجا مانده است خوشنود هستیم. نسل جوان و آینده کیوبا این میراث برجا مانده را تعقیب خواهند کرد. اما برای دومین روز کیوبایی های ساکن در امریکا خبر مرگ او را جشن میگیرند. در گام نخست من مرگ یک شخص خودکامه را جشن میگیرم. او درگذشت اما به ما سخت زیان رسانیده است. من از 40 سال به این سو در تبعید به سر میبرم. از سوی هم مرگ فیدل کاسترو رهبر پیشین کیوبا با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. شماری بزرگی از رهبران جهان او را شخصیت برجسته می‌دانند، اما شماری از رهبران جهان به شمول دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا او را مرد خودکامه بیرحم می‌داند. ادامه خبرها در طول نیوز تقدیم می‌شود. سپاسگزارم از توجهتان. از طلوع مقررات رفت آمد به گونه موقتی در بخش‌های کشمیر زیر اداره هند برای 2 روز پایان یافت. باشندگان کشمیر که از 5 ماه به این سو زیر تدابیر سخت امنیتی به سر میبرند، امروز دوباره کاربارشان را در بازارها از سر گرفتند. باشندگان این بخش‌ها میگویند که پس از مدت‌ها فکر میکنند که از زندان‌ها رها شدند. باشندگان بخش‌های کشمیر زیر اداره این بامداد روز یکشنبه را بدون مقررات رفت آمد آغاز کردند. باشندگان این بخش‌ها که از 4 جولای سال روانی میلادی زیر مقررات رفت آمد به سر می‌بردند، اکنون باشندگان آن به جاده‌ها و بازارها رفته‌اند و کاربارشان را از سر گرفته‌اند، اما در شماری از جاده‌ها هنوز هم سربازان این دیگ عزمه می‌کنند. امروز 5 ماه می شود که مقررات ادامه داشت. پس از 5 ماه مردم بازارها را باز می‌بینند که برای 2 روز باز است. همه به بازارها هجوم بردند. در حالی است که درگیری‌ها میان معترضان و نظامیان هند تاکنون 100 غیر نظامی کشته و بیش از 6000 زخمی بر جا گذاشته است. جدایی طلبان که ارتش هند را بر سرکوب معترضان و باشندگان بخش‌های کشمیر زیر اداره این متهم می‌کنند، همواره خواستار تحسن کارکنان در بازارها در واکنش به رفتار خشونت‌آمیز سربازان هندی شده‌اند و از باشندگان محل می‌خواهند تا هنگامی که این خشونت‌ها پایان نیابد کار بارشان را به گونه عادی آغاز نکنند. پارلمان عراق جنگجویان شیعه یا موسوم به بسیج مردمی را به عنوان نیروهای حمایوی ارتش عراق بر رسمیت شناخت.
پارلمان عراق اعلام کرده است که همه نیروهایی که بیرون از چارچوب نیروهای امنیتی این کشور فعالیت میکنند ملیشه‌ها هستند، اما از بهر آنکه جنگجویان این گروه‌ها ارتش عراق را در برابر گروه داعش بیشتر حمایت کردند، آنان همچون نیروهای ذخیروی در کنار ارتش عراق به نبردشان ادامه بدهند. جنگجویان وابسته به گروه بسیج مردمی که از حمایت حکومت ایران برخوردار هستند تاکنون ارتش عراق را در پسگیری شهرهای گوناگون این کشور از گروه داعش کمک کرده‌اند. پارلمان عراق اخیراً این گروه را به حیث نیروهای ذخیروی و حمایوی ارتش عراق به رسمیت شناخت و هر گونه نبرد آن در برابر جنگجویان وابسته به گروه داعش را قانونی می‌داند. ان کل تشکیل هر گونه نیروهای مسلح بیرون از چارچوب ارتش عراق ملیشه‌ها هستند، لذا بر بنیاد توافق آرا که امروز صورت گرفت هر کسی که جنگ افزار حمل می‌کند ملیشه هستند. این گروه که اکنون از 40 دسته مختلف تشکیل شده است اکثریت جنگجویان آن شیعیان هستند، اما گروه های سنی مذهب، مسیحی و یزیدی ها نیز در این گروه نقش فعال دارند. این گروه که از بر پیکار با گروه داعش تشکیل شده است همواره از سوی نهادهای مدافع از حقوق بشر بر خشونت‌های مذهبی در شهرهای گوناگون عراق متهم شده‌اند. ارتش اسرائیل بحران سوریه و فعالیت‌های گروه داعش را در مرز یرمیک سخت زیر نظارت دارد. نظامیان اسرائیلی میگویند که آنان فعالیت‌های گروه داعش را در یرموک زیر نظارت دارند و اگر تهدید را حس کنند از خود سخت واکنش نشان خواهند داد. از سوی هم جنگنده‌های اسرائیل پایگاه‌های جنگجویان داعش را به روز یکشنبه در بلندی‌های گولان آماج قرار دادند. در حالی که درگیری‌ها در سوریه ادامه دارند و بحران این کشور با گذشت هر روز بدتر می‌شود، نظامیان اسرائیلی می‌گویند که آنان به دقت اوضاع سوریه را زیر نظارت دارند و اگر از سوی جنگجویان وابسته به گروه داعش تهدیدی را حس کنند دست به کار خواهند شد. آنان میگویند که هرچند تاکنون جنگجویان داعش برای آنان تهدید نیستند، اما فعالیت‌های آنان به ویژه در بلندی‌های گولان که در جنوب غرب سوریه موقعیت دارد را زیر نظارت دارند. در گام نخست ارتش اسرائیل برای جنگجویان وابسته به گروه داعش در اولویت قرار ندارد. از همین رو اکنون دست به حملات در برابر ما نمیزنند. از سوی هم ارتش اسرائیل اعلام کرده است که به روز یکشنبه جنگنده‌های اسرائیل 4 جنگجوی داعش را که به سوی یک پاسگاه ارتش این کشور تیراندازی کرده بود در بلندی‌های گولان آماج قرار داده‌اند. بلندی‌های گولان که جزء قلمرو حکومت سوریه است، اسرائیل در سال 1967 میلادی پس از چند روز جنگ با حکومت سوریه آن را اشغال کرد و در سال 1981 میلادی آن را به خاکش الحاق کرد که تاکنون از سوی جامعه جهانی به حیث قلمرو اسرائیل شناخته نمی شود. وزارت امور داخله می‌پذیرد که در میان برگشت کنندگان افغان از پاکستان خانواده‌های طالبان نیز از سوی نظامیان پاکستانی به کشور انتقال داده می‌شوند. وزارت امور داخله این برنامه سازمان استخبارات نظامی پاکستان را خصمانه و نگران کننده می‌داند. از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بهره برداری‌های سیاسی و نظامی را از پناهجویان برخلاف قوانین جهانی مهاجرت و حقوق بشر می‌داند. امسال افغانستان با موج از برگشت کنندگان به ویژه از پاکستان و ایران روبرو بوده است. هرچند حکومت از این روند استقبال می کند، اما در میان این برگشت کنندگان خانواده های هم به کشور برگشتند که به باور وزارت امور داخله برنامه های سازمان استخبارات نظامی پاکستان را دنبال می کنند و در تلاش گسترش بخش های زیر اداره طالبان هستند. از تمام دسیسه ها و برنامه های خصمانه‌ای که هنوز هم در عقب این مسئله است ما نگران هستیم. ما هم بیشترین تلاش خود به خرج خواهیم داد که از نفوذ افراد گروه طالبان در پوشش خانواده های یا هر مسئله دیگه که است اینا رو ما شناسایی بکنیم. داعش د داسې یو پلان جوړ شوی چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 فامیله د مهاجر په لباس کې ځای په ځای شي. د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 فامیله د مهاجر په لباس کې ځای په ځای شي او حتی که حکومت ورته ځمکه ور نه کړي هلته ځمکه په پیسو واخلي. کارکردهای نهادهای کشفی و استخباراتی در نقطه صفر با پاکستان برای شناسایی خانواده‌های طالبان بسیار مهم دانسته می‌شوند. در ترکیب این کمیته البته ارگان‌های کشفی و امنیتی ما هم موجود هستند که اونا
کارهای کشفی و امنیتی را بیشتر برمیگرده به وزارت امور داخله. هرچند 60% از برگشت کنندگان افغان از پاکستان در بخش‌های شرقی کشور جابجا شدند، با این هم جا گرفتن خانواده‌های طالبان در بخش‌های گوناگون کشور نگرانی‌ها را افزایش داده است. وقتی که تعداد 100 فامیل 200 فامیل به هر ولسوالیا با جمع اطفالشان جابجا شوند، اونا مردم شعوری هستند و در داخل ولسوالیا مردم سازمان میدن، به خود هم فکری و همدلی پیدا میکنن. سپس بستر راحت که در داخل جغرافی افغانستان پیدا کنن، با جنگیدن نیروی امنیتی در برابرشان دشوار خواهد. اما بهره برداری های سیاسی و نظامی از پناهجویان افغان با واکنش های تند حکومت روبرو شدند. هر نوع سوء استفاده سیاسی، نظامی و امنیتی از مهاجرین افغان را خلاف حقوق بشری مهاجرین افغان می‌داند و خواست ما است که موضوع مهاجرت که یک موضوع بشری است با موضوعات سیاسی یک جا نشود. امسال 985,000 شهروند افغانستان از ایران و پاکستان به کشور برگشتند که از این میان تنها 610,000 تن از پاکستان آمدند. هرچند اکنون روند بازگشت از پاکستان به علت سردی هوا متوقف شده است، اما گفته می شود که اگر چگونگی برگشت این مهاجران به کشور به گونه جدی نظارت نشود، این معضل در دراز مدت برای افغانستان دردسرساز خواهد بود. همه ساله با فرارسیدن مناسبت‌های درباره زنان، نهادهای دولتی برنامه‌های بسیاری در پشتیبانی از زنان برگزار می‌کنند. در این روزها نیز نهادهای گوناگون برنامه‌هایی را در برابر منع خشونت درباره زنان برگزار می‌کنند. اما برخی از نمایندگان مردم در مجلس و فعالان حقوق زن این برنامه‌ها را نمادین می‌دانند. آنان می‌گویند که بجای برگزاری این برنامه‌های نمادین باید به گونه راستین از زنان پشتیبانی شود. در روزهای اخیر چندین نهاد در کابل و ولایت‌ها به مناسبت روز منع خشونت در برابر زنان برنامه‌های برگزار کردند، اما دیدگاه برخی از اعضای شورای ملی به این برنامه‌ها انتقادی است. بودجه ها را به نام زن میگیرن و به نام ظرفیت سازی میگیرن، به نام مبارزه علیه خشونت و خشونت میرن و میبینیم که هیچ از مرکز به بیرون نمیره و در اطراف، در دهات، در قریه و قصبات او خشونتی که بالای زن است همه ساله دو چند سه چند میشه. این همایش نیز به مناسبت روز جهانی منع خشونت در برابر زنان در وزارت دفاع کشور برگزار شده است، اما انتقادها بر این هستند که وزارت دفاع ملی کارهای مهمتر نسبت به برگزاری چنین برنامه‌ای داشت. تمام امکانات وزارت دفاع همسان است، هم برای ذکور هم برای اناث. کدام مشکل خانم‌ها در اردوی ملی ندارند. به قدر کافی استراتژی، پالیسی، پلان‌ها، قوانین و مقررات زیاد علیه خشونت داریم، اما قوانین طور لازم تطبیق نمی شود. پس وزارت امور زنان از همه ادارات دولتی تقاضا داریم که با یک هماهنگی در کاهش خشونت مبارزه جدی نمایند. کمیسیون مستقل حقوق بشر تنها برگزاری چنین برنامه‌ها را در پیکار با خشونتگرایی در برابر زنان بسنده نمی‌داند. بی‌عدالتی که علیه زن صورت میگیره اینا باید انعکاس پیدا کنه و دولت مردم متوجه بشن که این مشکلات وجود داره، پاسخگوییشان را افزایش بدن و تعهد سیاسیشان بیشتر بسازن در این راستا که بتونن برای راهکارها و یک استراتژی دراز مدت برویش باید کار بکنن. در 2 سال اخیر بدترین خشونت‌ها در ولایت‌های گوناگون کشور به ویژه در غور در برابر زنان انجام شدند. سنگسار رخشانه و آتش زدن زهرا در ولایت غور از همین رویدادها بودند. رئیس و معاونان کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شدند. نجیب الله احمدزی رئیس و سیما بادغیسی معاون عملیاتی و عبدالقادر قریشی به حیث معاون اداری کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شدند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از کمیسیون‌های انتخاباتی می‌خواهد که بی‌طرفی، عادلانه بودن و شفافیت انتخابات را به گونه جدی در نظر بگیرند. گام‌های تازه برای مدیریت انتخابات. اینجا اعضای تازه کمیسیون مستقل انتخابات معرفی می شوند. هدف نخست تامین شفافیت انتخابات است. شفافیت هم در صورت واقعا تامین میشه که دستگاه اجرایی و مدیریت انتخابات
یک دستگاه مطمئن، با اعتماد، مسئولیت شناس، صادق، با ایمان و وفادار به منافع ملی و مصالح مردم باشد. رئیس و معاونان کمیسیون مستقل انتخابات هم برگزیده می شوند. نجیب الله احمدزی رئیس، وسیم بادخیسی معاون عملیاتی، عبدالقادر قریشی معاون اداری و گلاجان عبدالبدی صیاد به حیث دبیر و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برگزیده شدند. معضلات موجود رفع شود، چی از لحاظ تکنیکی، چی از لحاظ ساختاری و خصوصا بحث‌های بودجه‌ای. اینجا هم مراسم معرفی اعضای تازه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی برپاست. کمیسیونی که بخش مهم از انتخابات را مدیریت می‌کند. نظارت و رسیدگی به شکایات و اعتراضات مهمتر از برگزاری انتخابات است و به این جهت میتونیم بگیم که جایگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی به مراتب مهمتر و تاثیرگذارتر از کمیسیون مستقل انتخابات است. پشتیبانی مالی و سیاسی حکومت از کمیسیون های انتخاباتی تعهد است که معاون دوم رئیس جمهور به این کمیسیون ها می سپارد. د بین المللي ټولنه مې غوښتنه ده چې د شکایتونو کمیسیون د هغو نویو طرز العملونو د هغو نویو طرحو سره چې موږ یې شاید ډېر زر وړاندې کړو د هغو سره پوره مالی او تخنیکی مرسته وکړي. انتظار می رود که در میانه های سال آینده انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود. تقویم بندی برگزاری این انتخابات هم از صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات است. یک گزارش تلونیوز از ولایت نیمروز نشان می دهد که قاچاقبران انسان هر شب دهها جوان را به مرزهای ایران می برند. در این گزارش دیده می شود که کسی مانع فعالیت این قاچاقبران نمی شود و مقامهای محلی نیز حتی از حضور آنان در نیمروز ابراز بیخبری می کنند. عبدالله حمیم خبرنگار تلونیوز که برای تهیه این گزارش به ولایت نیمروز رفته بود می گوید که جوانان شبها و روزهای بسیاری را در نزدیکی مرز ایران می گذرانند تا فرصت گذشتن از مرز را بیابند. بخش‌های مرزی ولایت نیمروز با ایران در این اواخر گواه شمار زیاد از جوانان هستند که میخواهند به گونه قاچاقی به ایران بروند. بیشتر این جوانان شب هنگام راه مرز را در پیش میگیرند و قاچاقبران آنان را در چندین گروه دسته‌بندی میکند و به سوی مرز میبرد. افغانستان کې ورو ورو ورځ نشبه کېږي چې دا دریم ځل له پولیس سقوط کېږي راځم اول شخص ته چې مجبور یم نه درالم ایران ته روان یم دغسې نور ورونه ونیسه موږ سره پلان څوک نشته د چا سره ځئ محمد پلار سره. عبدالله حمیم میگوید که هر شب دهها جوان از سوی قاچاقبران به ایران انتقال می‌یابند و این قاچاقبران به گونه آشکار فعالیت دارند. این موترها پر از کسانی هستند که می‌کوشند به ایران بروند، در حالی که در مسیر راه چندین پاسگاه امنیتی وجود دارد، اما این کاروان بزرگ بدون هیچ ممانعت به پیش می‌رود. شما کجا میرین برای؟ ما ایران میریم برای. تو چه قسمی میرین؟ هم کسا کو بریم تا چند وقت؟ با هزار بدبختی و هزار مصیبت میریم. خیلی چرا میرین؟ مجبور هستیم کاربار نیست. خب چی که پول دادی با قاچاقبرا که شما رو انتقال میدن؟ هنوز معلوم نیست که وقتی که تهران رسم لازم ما پیسه میگیریم. قاچاقبران جوانان را که به ایران می‌روند از ولایت‌های گوناگون به نیمروز انتقال می‌دهند و این جوانان در مسافرخانه‌ها شب و روز را سپری می‌کنند تا از سوی قاچاقبران به بخش‌های مرزی انتقال یابند. شمار بزرگ از این جوانان به دشت‌های نزدیک به مرز ایران انتقال می‌یابند و روزها منتظر فرصت گذشتن از مرز هستند. مونږه د قاچاقبر باندې خرڅېږو، پیسې یو ته پیسې ورکوو، بل ته پیسې ورکوو، همدغه شان په مونږ لارې جوړېږي، په نورو کسانو باندې خرڅېږو، غله راته ودرېږي، څوک مړه کېږي. یکی از این دشت‌ها که قاچاقبران از آن مانند انتظارگاه استفاده می‌کنند در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز است، اما والی نیمروز می‌گوید که از قاچاق انسان در این ولایت ناآگاه است. نگی پاک لسن نه پیږم زه به اوس تحقیق وکړم چې موضوع څنګه ده او د موږ لخوا خو زه دا درته وایم چې په داسې هغه کې اجازه نه ورکوو څوک اډې جوړې کړي څوک هغه جوړې کړي. آیا حکومت به ویژه وزارت امور داخله برای جلوگیری از قاچاق انسان تدابیر دارد؟ ما همه ساله با این پدیده مبارزه میکنیم. با تاسف هنوز هم گروپ‌هایی هستند که
مردم ما را فریب میتن و به بیرون از کشور قاچاق میکنن. اینا یک جرم است و پلیس ما هم شب روز تلاش داره تا به کمک مردم جلوی قاچاق انسان بگیرن و این افراد بازداشت بکنن. تمامی این جوانان به گونه غیر قانونی به ایران میروند. از سوی دیگر در این اواخر ایران نظارتش را بر مرزهایش افزایش داده و بارها دیده شده که کسانی که به گونه غیر قانونی به ایران میروند از سوی نظامیان ایرانی بازداشت میگردند و حتی در موارد برگبار بسته میشوند. شورای ولایتی و نهادهای جامعه مدنی ولایت کندوز از گسترش ناامنی‌ها در این ولایت نگران هستند. آنان میگویند با آنکه با رسیدن زمستان نبردها متوقف شدند، با این همه از حضور هراس‌افغانان در این ولایت نگران هستند. شورای ولایتی کندوز از نیروهای امنیتی می‌خواهد که در همین فصل هراس‌افغانان را در این ولایت نابود کنند. نگرانی‌ها از حضور هراس‌افغانان در گوشه و کنار کندوز. شورای ولایتی کندوز میگوید با آنکه نبرد در کندوز پایان یافته است، اما هنوز هم فعالیت‌های هراس‌افغانان در گوشه و کنار کندوز دیده می شود. شماری از اعضای این شورا از نهادهای امنیتی میخواهند تا با استفاده از سردی هوا طالبان را نابود سازند. از اینکه اونا امکاناتی کم دارن، در سردی هوا اونا راکت میباشند، اما با تاسف تحرکات از طرف حکومت نیست که با دمو سهار از اونا بگیره و حداقل حفظ و حراست بکنه. در این حال شبکه مشارکت نهادهای مدنی کندوز میگوید که امسال بیشترین تلفات به غیر نظامیان وارد شده است. رئیس این شبکه میگوید که آمارها نشان میدهند که از آغاز امسال تا کنون در حدود 500 غیر نظامی کشته شدند و بیش از 1000 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در 2 بار سقوطی که شهر کندوز به دست مخالفین مسلح دولت کرد، حدود بیش از 500 تن افراد ملکی در شهر کندوز کشته شدند و شهادت رسیدند و بالاتر از 1200 نفر دیگه هم که از شهروندان ملکی هستند مجروح شدند. دقت بیشتر در راه اندازی عملیات ها به خرج داده و ضمن دفاع از شهر و روستاها و تامین امنیت مردم به زندگی و حیات افراد ملکی، زنان و کودکان توجه جدی نمایند. شورای ولایتی و فعالان جامعه مدنی کندوز از گروه‌های درگیر می‌خواهند تا در نبردهایشان مسئولیت غیر نظامیان را رعایت کنند و بکوشند تا به غیر نظامیان آسیب نرسد. ولی هرات هشدار می‌دهد که خشونت‌ها در برابر زنان در نهادهای دولتی در این ولایت پذیرفتنی نیست. محمد آصف رحیمی در مراسم نابودسازی خشونت‌ها در برابر زنان در هرات میگوید که وی هیئت را برای جلوگیری از خشونت‌ها در برابر زنان در این ولایت گماشته است. در همین حال ریاست امور زنان ولایت هرات میگوید که در ماه‌های اخیر چندین زن که در نهادهای دولتی کار می‌کردند بنابر فشارهای خانوادگی از وظایفشان کناره‌گیری کردند. کارزارهای 16 روزه زنان با گردهمایی شماری از آنان در هرات آغاز شد. در این روز که بیشتر به آگاهی رسانی و گزارشدهی اختصاص داده شده بود، ولی این ولایت از تشکیل کمیته زیر نام منع آزار و اذیت بانوان خبر می‌دهد و خشونت‌ها در برابر زنان را در این نهادهای دولتی پذیرفتنی نمی‌داند. من در همین جا با صراحت اعلام می‌نمایم که برخورد توهین‌آمیز با زنان در ادارات و اجتماع قابل تحمل نیست. این مکلفیت همه ماست تا در رفع و تغییر فرهنگ زن ستیزانه تلاش نماییم. همواره از خشونت‌ها در برابر زنان در نهادهای دولتی سخن گفته شده است و در برخی از مواقع این روند سبب استعفای زنان از وظایفشان شده‌اند. ترس و بیمی که وجود داره همیشه از کتمان خیلی مسائل که ما و شما شاهد از او هستیم شکایت رسمی ثبت نمیکنن به دلیل از اینکه به نحو موقف ضربه میخوره، احتمال داره که خب باز به نحو انعکاس بکنه این موضوعات بر علیه خود شخصیت زن. در این حال شورای ولایتی هرات از عملی نشدن وعده‌های حکومت در پیوند به کاهش خشونت‌ها در برابر زنان نگران است. جایگاه خانم ها زیر پا شده. ما از جناب رئیس جمهور میخواهیم، خواهشمندیم که در گفته‌های خود که به شعار میگن او عملی کنن و حقوق خانم ها زیر پا نکنن. از آغاز امسال تا کنون 4 رویداد خشونت در برابر زنان در ریاست امور زنان هرات ثبت شده است. زنان همواره در جامعه افغانستان خشونت‌های گوناگون را تجربه می‌کنند و این روند رقم درشتی از آنان را قربانی و یا راهی بیمارستان کرده است. در اخیر چند گزارش ورزشی را ببینید. سپاسگزارم از توجهتان به خبرهای ساعت 10. تیم
تیم فوتبال جنبوک موتورز کره جنوبی با برابری در دیدار برگشت برابر العین امارات فاتح رقابت فوتبال لیگ قهرمانان آسیا شد. دیدار برگشت تیم‌های جنبوک کره جنوبی و العین امارات که در امارات برگزار شد سرانجام با برابری 1-1 به پایان رسید تا کوریایی‌ها با توجه به پیروزی در بازی رفت به عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا برسند. در این بازی جنجالی و پربرخورد که حتی چند بار تا درگیری فیزیکی بازیکنان دو تیم نیز پیش رفتند، ابتدا این تیم جنبوک بود که توانست به گل دست یابد. آنها در دقیقه 30 نیمه نخست توانستند توسط هان کیوون به گل نخست این بازی برسند. پس از آن عمر عبدالرحمن و یارانش تنها 4 دقیقه زمان می‌خواستند تا بازی را به تساوی بکشانند و در نهایت موفق شدند توسط بازیکن کوریایی العین به گل تساوی برسند. گل تیم العین در دقیقه 34 توسط لیو میونجو به ثمر رسید. العینی ها تا پیش از پایان نیمه نخست می توانستند از حریف خود پیش بیفتند، اما این تیم فرصت فوق‌العاده را از دست داد. ضربه پنالتی که در دقیقه 43 نصیب العینی ها شده بود توسط داگلاس به بیرون زده شد تا بازی با برابری 1-1 در نیمه نخست به پایان برسد. در نیمه دوم اما تلاش این دو تیم گل در بر نداشت. در حالی که برخورد و جنجال در این نیمه به حد اکثر رسیده بود، دو تیم نتوانستند توپ را از خط دروازه ها عبور بدهند و سرانجام این دیدار با برابری 1-1 پایان یافت. اما جنبوکی ها توانستند با پیروزی 2-1 در خانه خود و تساوی 1-1 در خانه العینی ها با عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا دست یافتند و این گونه قهرمانیشان را جشن گرفتند. بازی بسیار طوفانی آغاز شد و گیخون می توانست در همان ثانیه 44 به گل نخست برسد. کریستیانو رونالدو با یک ضربه دقیق و زمینی به سمت راست گل نخست را برای میزبان به ارمغان آورد. در دقیقه 18 رونالدو موفق شد گل دوم خودش و ریال مادرید را نیز به ثمر برساند. در دقیقه 35 و روی اشتباه مسلم مودریچ در میانه میدان کارمونا باند با یک ضربه دیدنی اختلاف را به حد اقل رسانید و بازی را 2-1 ساخت و سرانجام نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید. در نیمه دوم و در دقیقه 77 اشتباه عجیب ناچو در دفع توپ و خطای او باعث اعلام یک ضربه پنالتی شد تا بهترین فرصت برای گیخون به خاطر کسب نتیجه تساوی به دست بیاید. اما ضربه خلاف جهت کوپ از بالای دروازه به بیرون رفت تا بازی با برتری ریال مادرید ادامه پیدا کند. در ادامه نیز اتفاق خاص رخ نداد تا شاگردان زیدان 3 امتیاز اساس را از زیر بارش شدید باران سانتیاگو برنابو به دست بیاورند. Widzimy tylko bardzo dużo wywiadów Ismaela, ale pokrycie... شاگردان کارلو آنجلوتی پس از 2 شکست پای در پای در دیدار دیشب نمایش بهتر ارائه دادند و در نهایت به پیروزی شیرین رسیدند. برتری میزبان ادامه پیدا کرد و این تیم چند بار تا آستانه باز کردن دروازه لیورکوزن پیش رفت، اما کم دقتی در زدن ضربه های نهایی و عملکرد خوب مدافعان مهمان باعث شد تا دروازه لنو بسته بماند. Filip Lam. O, tutaj spóźniony Xabi Alonso, kolejne uderzenie.
اما سرانجام در دقیقه 30 تییاگو آلکانتارا توانست قفل دروازه حریف را باز کند. Bardzo ważna bramka. Bardzo dobra interwencja Leno. Wydawało się, że już uratował zespół Bernd Leno po strzale Lama. Strzelał kapitan, bronił miejscu. روی یک حمله اما جانبه بود که ضربه لام را لنو به زیبایی برگشت داد، اما تییاگو با ضربه سر به راحتی دروازه را گشود. اما این برتری تنها 5 دقیقه پایدار بود. و لیورکوزن روی یک حمله نچندان خطرناک به گل تساوی رسید. Robert ma naprawdę pecha, bo tutaj w tej sytuacji mógł podwyższyć wynik tego spotkania na 2-0. همکاری چالهان، اوغلو و برانت ستاره ترک تبار لیورکوزن را با نویر تک به تک ساخت و او هم با یک ضربه دقیق توپ را از بالای سر دروازه‌بان بایرن وارد دروازه ساخت. No i co powiedziałem, to podziękował Brandowi za to podanie Çalhanoğlu, bo akcja była bajkowa. Przede wszystkim jej zakończenie, a Bayern ma się spyszna. Zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Częściej atakują właśnie lewą stroną jak teraz. Tu jest Çalhanoğlu. Brandt. No i błąd Hummelsa. Błąd Hummelsa bez dwóch zdań. No, łamie linię tutaj przy tym zagraniu, powinien albo przysłało ją nam. در دقایق پایانی نیمه نخست باز هم این بایر مونیخ بود که توپ و هم میدان را در اختیار داشت، اما توپ دیگری از خط دروازه ها عبور نکرد و این نیمه با برابری 1-1 به پایان رسید. برتری بایر مونیخ در نیمه دوم ادامه داشت و این بار تنها 11 دقیقه زمان لازم بود تا بایر مونیخ پیش بیفتد. روی یک ضربه کارنر بود که اوملز ارسال تماشایی کیمیش را به زیبایی به گل تبدیل کرد. Wykrzyczał tę swoją myślę, złość, frustrację, radość. Hummels trafił głową, dzisiaj druga taka jego próba. Zobaczmy, asystę ma chyba Joshua Kimmich, on bije rzut rożny. Nawet nie skoczył Hummels. Havertz był blisko niego, ale co z tego? پس از این گل سرمربی لیورکوزن با فرستادن کوین فولد و خاور ارناندز به زمین شرایط را تا اندازه به سوی تیمش تغییر داد، اما در دقایق پایانی باز هم این بایر مونیخ بود که به تیم برتر میدان تبدیل شده بود. هیچ یک از این تغییرات موجب به ثمر رسانیدن گل دیگری نشد و بازی با برتری 2-1 بایر مونیخ به پایان رسید.